الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. خواهر محترمه پرسیدن قرآن کریم بالای کی نازل گردید و در کدام وقت نازل گردید و هدف از نزول قرآن چی بوده؟ خواهر محترمه، قرآن کریم آخرین کتاب الهی بالای آخرین پیامبر که اسمش محمد ابن عبدالله از قبیله هاشم و هاشم از قریش و قریش از ذریه اسماعیل علیه السلام، اسماعیل ابن ابراهیم، و آخرین پیامبر از طرف الله تعالی برای تمام بشریت انس و جن آفریده شد و در مدتی 23 سال به قول جمهور اهل علم قرآن بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل گردید. و از هدف از نزول قرآن ابتدا سوره ابراهیم می فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این آیت مقصدی نزول قرآن، هدف از نزول قرآن واضح می سازد که الله تعالی می فرماید این کتاب را بالای تو پایین کردیم تا این که تو مردم از ظلمات به طرف نور بیرون بسازی، به طرف صراط مستقیم. پس هدف از قرآن مردم دعوت کردن به سوی الله صراط مستقیم است و همین نور است و همین روشنی است و مردم از چای هلاکت و گمراهی و عبادت غیر الله به سوی عبادت الله تعالی دعوت بکنی. همین هدفی نزول قرآن کریم است.